دوستان عزیز سلام با خیریه خدای استون کنم این ما در وقت یعنی که جایی که حج فرضی بگیم حج فرضی از همینجا سر میشه به کدام خاطر وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله ای مدینه میآید باید که همینجا حج فرضی یعنی که در همینجا شب میستن در این همین خودی همینجا از همینجا یعنی اگر کسی حج فرضی میره از همینجا سر میکنه مثلا بسم الله گفته یعنی که از همینجا نیت سر میشه و اینجا مردم هر چی سودا میکنن ما ها اونجا باید بریم یعنی که همینجا ما برآمده بسم الله گفته و همون وقت بریم و اونو که اونجا یگان چی نداره اما همینجا سر میشه حج فرضی نیتش بگیم از همینجا سر میشه همون قدر پول نمیره اگر که هر یک انسان هر یک ماه اگر هر یک ماه 5000 روسی اگر همین کمک چی میگن جمع کنه در کیسش بمونه یعنی پس انداز کنه میتونه انشالله که به همینجا بیاید انشالله زیارت کنه همین 100000 150000 90000 خیلی این سوست ماشین نمی هر چی نیست اگر سنگودا همچنین است سبحان الله صحابگان گرامی صحابانی که برای اسلام جان دادن همیشه در خدمت پیامبر صلی الله علیه و بودن یک نیست چقدر عذاب ها بگیم کشیدگیان حاضر از ما رو آسان میتوه امره سیام که کلیمان بارین بعضی میایم سیلفی بینیم خود سفید کنی نباشه ما فقط با خاطری که مردم ببینه که چی چیزا هستن که بعضی هاش غیبشون نشوه حتی وقتی میان اینجا عذاب کشیدگی پیغمبر صلی الله علیه و آله صحابه را میبینن حتی میجهشون ته نمیخوره که چه عذاب های کشیدگی در راه خدا در راه اسلام که اسلام با ما آمده رسیده لا حول ولا قوة الا بالله داوجه داره چی داره چی نداره اوتوری وای لم طور اینجا میبرید با تسبیح میفروشن سبحان الله مدینه در کدوم سو میمونه؟ ها کدوم طرف ما اینجا استوب کرده دوستان عزیز این کوچه‌ای که میبینی یا کوچه همش مکه که الحمدلله ما حرکت داریم که تا حد امکان قدری باشه شما را کم کم نشان دهیم ان شاء الله از همین کوچه ها از همین سیر گشت خدمت که الحمدلله هم عمره کرده استودیم هم دیگه مقصد الحمدلله مقصد شما را شخصایی که یعنی که درسترش آمده نمیتونن به ایجاهای مقدس کم میبینن بهره گیرن و اون خاطر ما را درست فهمی نگه همه طرف پاک و یعنی که تازه هستن همین شخص ها هم همین انسان و آدم هستن اگر که ما هم در این وطن عزیز خودمون در هم دولت تاجیکستان که اگر همچنین ما گشت و گذارها کنیم یعنی که هر خطیه به یک موسر یک پچاق قند یک سیب یا یک نمیدونم آب فکندگی یگان لباسی کندگی میبینیم همه گرفته در مصرف‌های خودشون پردیم که همون برادران و خواهرای هستن که راهروی میکنن تازه میکنن همه را با گرفته در ماشینای مصر کشک پردین دونه که همون دولت خدمت تازه میشه الحمدلله نگاه کنیم ما در همینجا گشت و گذار داریم چقدر الله شاهده که من در راه سفریم دروغ نمیگم چقدر یعنی که تاجیک و هموطنان خودمون در اینجا قدر قیمت دارم و هم خاطر هر کجای باشه آدابی خودتون رو مثلا گم نکنید ما حرکت داریم که در بلندترین شهر بریم از همینجا یعنی که از تاری از بلندی شهر مکه را به شما نشان میدیم دوستان عزیز
همراه ما تا آخر بیسته اینترسنیو شد از پیش یعنی که چیزایی که جالب اونم اکدا و پایونه اون چی انکامر کرانو ایستادگی دنیا را به صاحب دیدن شکلی هستند ایجا دستک ساعت دیدی چند قد پیش میره اکه هجی ساعت هم چند قد پیش میره دوستان عزیز خیلی ما چقدر تونستیم از بالا یعنی که از تاری کوه برآمده الحمدلله مکه مکرمه را نشون داده تونستیم ساعت چه شهرهاش چقدر مقصد زیبا میشه همش اصلا این برکت خداونده اما در اینجا نه علف است نه یگان چیزی که برویه در اینجا ما ندیدیم باز در مدینه دیدیم در حقیقت در مکه تو حالی هم ما ندیدیم با هم خودش شکرگزار باشه الحمدلله که ما وطن ما همه چیزا میشه اما این جای پیغمبر است برکت خداونده است بالا ریسک دیگه ما اونجا می اومدیم گرفته باز چی میکردیم میره منطقه بسیار بنده است اما جو باند بود یگان کس از خونه نمیبرمدن کل جای باند ولی مسکو ورده مسکو همون تا شده بود رسیه پلیس سر میکرد میگو دپارتاسیون میکرد میگه ماسخانه بخواه مسجد هم وقت باز پره بسیار کلان میشه این تقریبا این را جور کنه همه که چیز بخته میکنه سودا میکنه اون رستوران میگیم اون کافه میگیم آره مرا میگیم یکریم سر چه میکنه نه یک جان جور میکنه این بسیار پایم نیست دیگه بسیار کم است اگر پای باشه میکنی همه عبدالمسعود است پای است میگم مسجد حرام یعنی بسیار کم است بوی کمایا کمایا نگه بوی بقوات چه بلدوری وزنش ده بسیار باشه زیاد هم نیست یا کلاگیس از بیرون آمده جا کده مکه یه کار بیزنس است دیگه حالا او در اماراتی ها قطاری ها میدی ها اما ما جمعه جا کده گیست خودشان می آید در حج در رمضان می آید لیکن عربی سر کم است یک بوی خلق عرب شریک عنکبوت میگه عنکبوت میگه تارتنک که تار میکردن آه. همون که چی میگه بانک داد در سری همون در همون نوکی که های نوکی نوک اون بولو دا آیت تراکتور بالا آیا تراکتور بالا است که حالا انشالله آمدن شد شد میترو نیست همون که خانه واری تو میبره کو همون جور میکنه برای شروع کده است دیگه کدوم از با کجا رفت عرفات نریم آجا خب دوستان عزیز اینا هم کوچه های مدینه هستن با خواهی داره بعضی با درخت ها که در حالت داشتنگان شد یعنی که تابستان چی داره من نمیدونم راستش نفهمیدم این مسجدی هست که مردم مسلمان در اینجا بعضی محل نماز خطبه میخوانند تمامی تیراتور همی مسجد با چی کردگی است اون بروچتکش میگیم یا کفیلش میگیم و هم خیلی سوز کردگی تمام میره هاشون تمام مسجد و کروگ هم خیلی مسجدی کلان است الحمدلله از وقتی که حاجی میان در حالت حج فرضی نه هم محل اینجا پول میگن قریب 3-4 میلیون آدم میاد که مثلا این تریتورا میگردن
اینم باشه باغ‌های تیراتوری هم هست. با اون خاطر دوستان حرکت کنید که پدران مادرانتون رو کنید انشالله. این دنیوی چی تیار شوی ندارم، مال دنیا فقط دو با اون خاطر حرکت کنید بیاید اینجا مقدس که اگر 8,000 رکعت تاجیکستان و که دیگر دولت ها داخل میشه با اون خاطر بیاید دوستان نماز خانه بیاید همون خاطر دوستان عزیز طاعت و عبادتون کنید. حتی در یک سال در 5 سال هم یک بار بیاید هیچ گم ندارم. ولی این کوه‌های می‌بینید دوستان عزیز یگان علف ندارن که با قدرت خدا چه میگن از هم دوره تا حاضر هم قرارن که علف بعضی شهرهای هستن که وقتی کوه علف نداره باران میزنه میروشه بردنش میگیره یا علف ندارن سبحان الله تماما هم درجهشون هم دوره میگن همیشه تا حاضر موندگی هم برادر افغان که راه بلد بگیم که تیمور رفته است همه این سخنا هم برادر هستن این اسوالتاشون همین تیراتور هم مسجد تو قریبی هم جای حضرت اسماعیل چی موندگی است همچنین سبحان الله همچنین بروچاتکا چیندگی یعنی که نمیدونم چند کیلومتر میشه همه همین بروچاتکا چیندگی است میگه کنی پول بروچاتکا سرخ همین اسفالت پول بروچاتکا سرخ است های الله اعلم با خودشون عزیز حرکت کنید بیایی به اینجا آخی دامانی خدا این چه بالون ماشین مکفید یا تماشا کنید برای اینکه در بالا سنگ گذاشتن مابین بروچاتکا رو دیده شده دوستان عزیز. های ویدیو ما رو پیگیری کنید ان شاء الله حرکت میکنیم طرفی که جای حضرت اسماعیل میوره این پیغمبر حضرت ابراهیم برای یعنی که چی میگن قربانی کردن همونجا رفته شدیم اما میگم با تیراتورش محکمانه که تا حد امکان حرکت میکنیم که چقدر باشه فهمونده دیتیم ان شاء الله. آفتاب گرم است میگه که آفتاب یه بار پیش میرم تماشا کنید دوستان چقدر آفتاب تفسون است 23-25 گراد امروز گرم بود. با خدا امان خدا ویدیو رو پیگیری کنید دوستان عزیز خدا نگهدارتون. خوب دوستان عزیز ان شاء الله قریب اومدیم برای جای یعنی که حضرت اسماعیل بگیم قربانی کردنی است با همونجا نزدیک اومده است ان شاء الله مسجدای بگیم تیراتور همون نزدیکای همون جای حضرت اسماعیل حضرت ابراهیم هستند. متاسفانه میگه که جا در آمدن نمیتونه فقط در حج فرضی میکشوین که او با تیراتور پول مخم کردن جایی که شیطان سنگ میزنی جایی که مقصد حضرت ابراهیم اسماعیل به همونجا میبره برای قربان کردن تیراتور پول مخم کردگی نه که خیلی پلاتک‌های زیادن یعنی که در سرش پول همونجا رو با پلاتکا یعنی که تامین کردگی که مردم حج فرضی میان با همونجا چی میکنن یعنی پلاتکا همش پلاتکا زدگی هم حاجی هم وقت هم نیستن دوستان عزیز دقت کنید از نشون میتیم کمک پیش آوردمش تمام از این آن سنگا که سفید میبینی آن اونجا جای قربانی حضرت ابراهیم اسماعیل است آن اونجا میخواست که حضرت اسماعیل قربانی کنه دوستان عزیز. این دوستان عزیز از نشون میتیم پلاتکایی که حاجیان در همه جا مقصد در راه حج فرضی استقامت میکنن مقصد مادران و پدران خدمه که میان در حج فرضی در این پلاتکا هستن تماشا کنید تا آخره کمک ویدیو درست میشه نه که اینجا گم ندارن. مسجد خیف است مسجد خیف مسجد خیف این برای حج فرضی بوده اینجا مردم حج فرضی میان در این پلاتکا زندگی میکنن چند میلیونی باشن این به این راه راست میره جایی که حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام مقصد میخواد قربانی کنه من موندمش پیششون دیدیش یعنی که وزیر در عمره اونجا بسته فقط در فرضی باید خویش میکردن این سنگا را بکندین سبحان الله. یاد است بسیار مردم مرد این مردم مرد تقریبا بسیار مردم چی بگم دیگه الله برای چی مرد؟ مرد که همین نفق است نفق چی میگن شما سلاخی شکاف شکاف اونجا مردم میرفت میامد یک را بود امون روز تونال اما تونال در این تونال نمیفهمی که چی داره
همین پانکا دارم همین چی اکسیژن میکشم اونا مرا نمیفهم کدام یک بند کرده حاجی دایز رفتن ایسن آمد یک دم حاجی بسیار غلطی کرد اکسیژن نیست دیگه غلطی ای ایسن آمد همین مردم افریقا مثلا ماشاءالله چه سفر چند فامیل داخل میگه خود دیس کده میگردن همین ضعیف حاجی اندونزی ایسن قای فامیل ایران زده او اوس ایران زده کلا رفتن چند کس مرد؟ قایمم نمیشه مرد من چند کس مرده افسه؟ بسیار بیادر ما میت سمی کردم بیادر با مرده میتونم مرده رو میگیره گردن میتونم قاش میگیره او نفقه میس خوب دوستان عزیز نگاه این یک بگیم شیطانی کلونیش این شیطانی دیگریش این شیطانی سیمش یعنی که سانگو داوروی حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل مایده بودن میو حاضر کلون شو کردن با کروک با طور موس میره برای که میگه چه شنیده گفت که اینجا مردم بسیار مردن نمیخیلیشون کردن یعنی ایون یگان افسانه نیستن یا سرگذشت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که یا در حقیقتا بدن با اون خاطر کسی که میتونه نام ببینه در حیرت نشه انشالله استوری اسلام کم کم خواندن در از پیغمبران خواندن در کتاب خواندن در اصلا آدمیزاد باید هم علم این دنیوی داشته باشه هم اخروی خدا نگهدار ما با دلش میریم تونستیم و نتونستیم بخشش خوب دوستان عزیز ما سفر میکنیم به طرف غار هرات غاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقصد در اونجا عبادت میکرد پیش از پیغمبر شدنش و در همونجا محفوظ شد با پیغمبری حضرت جبرائیل یعنی که به همونجا شوا خورده چیش کردن یعنی که پیغمبر شده فرامد و گرفته بر مگیم آغوش مادرمون حضرت بیبی خدیجه را دوید و همونجا انشالله اون اگر دیسته انشالله ما میریم اگر که بینیم بلندی بد باشه اونجا بر آمدن نمیتونیم در حالتی که ما خطی متحال توشه نگرفتیم میگن خیلی بلند است خیلی ما یکم بار آمده استیم انشالله حرکت میکنیم که تو از امکان نشام که انشالله نه که ما وعده میتیم که البته ما اونجا میبریم و اون خودت پایگیری کنیم ویدیو ما دراز میشوند اما هیچ گم نداره انشالله خیال میکنیم بخیر کارهای خیر هستن انشالله تماشا کنیم تو خیرش میتونی یک نیکوتالا اینجا غار هرات غاری که برای اقرا نازل شد پیغمبر خدا نازل شد مبسوط شد با این پیغمبر این اینجا مردم حاجرها پیاده انشالله ما یک روز میبریم یک روزی جا یک روز دیگه او غارو او سنگ ها غاری که پیغمبر خدا خاطر حضرت صدیق بجا میشوند این هر روز انشالله اونجا میریم یا روز دیگه اینجا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت جبرائیل هم به پیش آمده مقصد با پیغمبری اعلانش کرد با اون خاطر انشالله خیلی بلنده به خود نگاه کنی این مکه دای پایون اوست طرفای سبحان الله اون ساعت میبینی اینجا نمیبینی اون ساعت اینا اینجا هم تا اومدگی تا میای هم خیلی میبرویا تا اون بالا میرم ماشینو با اجاره میام اینجا خونه زندگی میکنم اگه شما فکر کنید دوستان عزیز که وقتی که همینجا با پیغمبر میاد وقتی مثلا میگیم پیغمبر میشه از همینجا دویده بچی را میروه و بغلی بگیم مادر اون حضرت خدیجه را همینجا میدوه میروه وقتی که میومد همینجا تنهایی میجوست نگاه کنید خونه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اون ساعت خیلی دور اینجا ممکن 3 کیلومتر 10 5 کیلومتر 7 کیلومتر الله شاید نمیدونم مقصد در اونجا بود از همونجا بگیم می اومد تنهایی میجوست با همین راه بولشته که وقت نمیدونم با اون راه می اومد یا با این طرف می اومد بالا میشید میرفت در همون غار در همون توی سنگ یک غاره که ما نرفتیم با اونجا میریم میبینیمش یک روز ان شاء الله میریم بعد میبینیم که چه خیلی سرای با ان شاء الله میگیریم میپرتم تو خدا همه ما را برای راست هدایت کنه چی از غایش کشیده و الله قسم وقتی که نگاه کنیم ما در تاجیکستان هستیم وقتی اسلام میگن پیغمبر صلی الله علیه و میگن چقدر مهر محبت عزاواشون نقل میکنن صحابه را پیغمبر چقدر ما عشق میریزیم وقتی که میای در وقتی ای شنیدن میگن شنیدن که بود مانند دیدن وقتی میای در حقیقتا میبینی چه عذاب ها کشیدگی
абу ҷаҳл амакаш ё ки не дигар мушрикҳои Макка азобор шудагиам ва Аллоҳ қасам ҷигарот пора пора мешаванд. ба худо қасам ман ҳеҷ чизе ки карда истодам фақат барои шумо ки шахсое ки омада наметунед худованд состоянии зиндагитон мушкилото осон кунад ки ба ин ҷо ҳаҷ умра ё ки фарзи биёи ҷоҳои қадамои муборак мондагии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям бибинӣ чӣ хел мушкил ҳастае. беҳтарин шаҳрҳо ҳастанд, ҷои мақсад поктарине, аммо азобош ҳам мебинӣ ҷигарот пора ме шахсое ки ҷа мебинӣ ё бигем ҳамашон ё ки меоянд 800 000 раси болоӣ ҳам хел гирифтагии расхҳо доранд. шахсое ки надоранд мутаассифона худованд мушкилото осон кунад. ман санга пеш биёрам дар торшо одам мемонам. одам омадаистан мебинӣ намебинӣ ман омадаистам ҳоло хеле боло набояд ақибаш кунам. хуб дӯстон наздикам чӣ бигум иншаллоҳ интизор бошед мепартам ба рӯзои наздик мепартам. хуб дӯстон азиз сафари мо имрӯз ба поён расид. иншааллоҳ ҳаракат мекунем дар видеоҳои оянда бо хубтар нишон диҳем. худо нигаҳдор. хуб дӯстон азиз мо дар инами гостиницамон расидем мегӯем дар меҳмонхонаи ҷои исму. худо нигаҳдортон. иншааллоҳ видеоро аз монтаж мекунем мепартам. раҳмат ки ҳамроҳи мо будед то охира тамошо кардед. хай